آثار ایرانی نیستن، در واقع از یک فرهنگ مشابه اومدن. در این ویدیو ما درباره آهنگ‌های افغانی صحبت می‌کنیم که توسط ما ایرانی‌ها بازخوانی شده و حتی بعضی از این خواننده‌ها با این آهنگ‌ها به اوج شهرت خود رسیدند، ولی بعضی از ما ایرانی‌ها فکر می‌کنند این آهنگ‌ها ایرانی هستند. برنامه بسیار جذابیه، شک نکنید. بریم از یک فولک افغانی شروع بکنیم. چشم شلایش دیده کبابم کرد، دلبرم دلبر خانه خرابم کرد، دلبرم دلبر خانه خرابم. کار بعدی اسمش هست دیوانه شدم که باز یک فولک افغانیه، یک کار بسیار زیبا که سالها پیش با صدای سولی این کارو شنیدن ایرانی ها و چند وقت پیش هم چند سال پیش این کارو سپیده یک بازخوانی ازش کرده بود، ولی خب این کار هم ایرانی نیست. حال که دیوانه شدم میروی، حال که دیوانه شدم میروی، افسانه شدم میروی، حال که دیوانه شدم میروی، بی سر و سامانه شدم. کار بعدی اسمش هست من آمدم که گوگوش مونده، خیلی همون شنیدیم، باهاشم خاطره داریم، ولی این کار هم تماما افغانیه، کار استاد جلیل زولانده. توی دهه 40 و 50 یک روزنامه‌ای بود که نوشته بود این کار اثر بابا طاهره، که البته اشتباه، یعنی شما اگر ادبیات کلام رو دنبال بکنید متوجه میشید که بیشتر به ادبیات افغان شبیه. من آمدم اینا دنیا آسونم، من آمدم وای وای من آمدم، من آمدم وای وای من آمدم، ای دلبر من دلانی صد سال شبیه، من آمدم من آمدم. کار بعدی اسمش هست انار انار که سالهاست با صدای مرتضی برجسته شنیدیمش و لذت بردیم ازش. بازخوانی های زیادی هم از این اثر شده، اما این اثر هم یک فولک افغانیه. انار انار بیاد بالینم، شبنم گل نار، انار انار بیاد بالینم، شبنم گل نار بیا بالین، محبت نار بیا بالینم، میزار شما بیا بالینم، ای انار انار بیا بالینم، شبنم گل نار بیا بالینم. سبک زیبای موسیقی افغان که نزدیک به فرهنگ ما ایرانی هاست باعث میشه که مثلا خواننده هایی که کاری میخونن از موسیقی افغان برای ایرانی ها شنیدنی باشه. مثلا دختر کابلی که با صدای شهاب تیام منتشر شد و باعث معروفیت شهاب تیام شد، اون هم یک فولک افغانیه. حالا ما به اسم دختر کابلی میشناسیم، ولی خود افغان ها بهش میگن از اون بالا کفتن میآید. بلا خندیدم با آن ناز و داد، بیکن سویم نگاه جانم میرم برات، از اون بالا کفتن میآید، کارهایی مثل چشمان سیاه که با صدای منصور شنیدیم، میمیرم که با صدای زنده یاد شاهرخ شاهید شنیدیم، یا سپیده باز اجرا کرده بود این کار رو، نازنین عاشق که نوشافرین اجرا کرده بود، اینها هم باز جزء کارهای فولک افغانه. چشم سیاه داری قربانت شوم، چشمان سیاه قربانت شوم، خانت به کجاست؟ اگه بی وفا بشی رفیق نیمه را بشی، با کسی آشنا بشی میمیرم، اگه منو جا بذاری رو دلم پا بذاری، بری تک و تنها بذاری، نازنین عاشق با دیدارم بیا، تازه تازه رویان و بازار میبرم، نازنین عاشق خریدارم بیا که تازه تازه رویا رو به بازار. کشمیر شهر عجیبیه، 3 تا کشور داره: چین، هند، پاکستان. در واقع ما اگر بخوایم خاستگاه سبز کشمیر رو یکی از این 3 کشور بدونیم میشه پاکستان، اما اشتباهه. سبز کشمیر هم یک فولک افغانه که البته ایرانی ها هم خیلی طرفدارشن، مخصوصا به خاطر این یه تیکش میگه یا منو ببر به خونتون یا بیا به خونه ما. سبز کشمیر ما، زلفای تو زنجیر ما، عاشق به دلبرش میگفته جان چیزی ما، یا منو ببر به خونتون یا بیا به خونه ما. کار بعدی به لحاظ کلامی محبوبیت ویژه‌ای بین افغان ها داره و خودشون اون رو معروف ترین فولک افغان میدونن. البته که خواننده های ایرانی هم بسیار دوست دارن این کار رو و بازخوانی های زیادی هم از طرف خواننده های ایرانی داشته. بریم چند تا از اجراهای زیم رو با هم دیگه بشنویم. کجکی ابروی نشکشتم است، چیکونو مفسوس مال مردم است، چیکونو مفسوس مال مردم است، چیکونو مفسوس مال مردم است،
آهنگ بعدی کلام ساده ای داره، اما نمونه یک ملودی کم نظیره که میتونه چقدر یک کلام رو شنیدنی بکنه. ترانش رو عبدالله شادان نوشته و ملودیش رو استاد جلیل زولان ساخته. یکی از محبوب ترین کارهایی که من از هایده شنیدم اسمش هم هست راز دل. دلبرت بیاید بپرسد که چرا، چقدر سخت خدایا، چقدر سخت خدایا، چقدر سخت. دلبرت خنده کنه با دگران، تو بسوزی و بریش گریه کنی. دلبرت بیاید بپرسه که چرا، تو براش گفته نتونی. چقدر سخت خدایا. تقریبا نمیشناسم کسی راز دل رو گوش نکرده باشه، اما اگر شما جزو اون دسته از کسایی هستید که تا الان راز دل رو نشنیدید، خوش به سعادتتون. برید بشنوید، مطمئنم براتون تازگی داره و مطمئنم از صدای زیبای هایده لذت میبرید با این کار. وقتی عاشق شوی راز دل تو گفته نتونی. عایشه دختری اهل روستا عاشق یه طلبه میشه، حسابی دلباخته همدیگه میشن. خانواده بسیار پولداری داشته عایشه و به خاطر فقر محمد جان اجازه ازدواج این دو نفر رو پدر عایشه نمیده. یک داستان به شدت عاشقانه، جایی که خانواده عایشه تصمیم میگیرن که برن به مزار شریف برای زیارت و از درد دوری عشقش عایشه یک ترانه ای رو زمزمه میکنه که شاید امروز تبدیل شده باشه به یکی از معروف ترین کارهای فولک افغان که البته برای ما ایرانیان خیلی آشناست. یکی از آهنگایی که برای خود منم خیلی خاطره داره، این اولین آهنگیه که من وقتی حدوداً 4 سالم بود شروع به زمزمه کردم. اسمش هست مولا محمد جان. یا که بریم به مزار مولا محمد جان. سیلی گلی لاله‌زار بابا دلبر جان، سیلی گلی لاله‌زار بابا دلبر جان. سیلی گلی لاله‌زار بابا دلبر جان، سیلی گلی لاله‌زار. این لالوها یه سری کارها هم تولید شد که خیلی ها فکر میکردن مثلا کارهای ایرانی نیست و کار افغان، در صورتی که نه، این کار مثلا ایرانی بوده. مثلا نازنین افغانی که ویگن اجرا کرده بود، ترانه و ملودی ژاکلین بود و تنظیم شوبرت آواکیان. نازنین دختر افغانی، تو از این چشم دل ایرانی. یک ترانه هم هست که معمولاً با لهجه افغان اجرا میشه، برای یک دختر تاجیک توسط یک ایرانی نوشته شده. استاد ادبیات و پدر شعر نوی تاجیکستان استاد ابوالقاسم لاهوتی یک ایرانی مهاجر تاجیکستان بود. سال 1925 تقریبا 100 سال پیش ابوالقاسم لاهوتی توی قطار عاشق یک دختر تاجیک میشه، دختری که اهل مسجد بوده. دختر میگه که طبق رسوم زادگاه من دختر پسری که عاشق همدیگه باید برای همدیگه شعر بنویسن. ابوالقاسم لاهوتی هم این شعر رو می‌نویسه: یار مست چاهیم، بت تاجیک من، کمر باریک من، شام تاریک من، بیا نزدیک من، صبح و صفا کن، جفا دیگر بس است، با ما وفا کن یار مست چاهی. کسی که عاشق است از جان نترسد. کمر باریک من، شام تاریک من، بیا و نزدیک من. اینها یک سری کارهایی بودن که نیاز بود ریشه یابی بشن، ببینیم مال کجا. دمتون گرم که برنامه رو دیدید. حتما نظراتتون برامون بنویسید، خیلی برامون با ارزشه.